دکتر سلام. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام میکنم به همه بینندگان محترم شبکه آموزش برنامه دکتر سلام. ظهرتون به خیر باشه. امیدوارم که نماز روزه هاتون هم مورد قبول حق واقع شده باشه. امروز دوشنبه هست. ما با بحث همیشگی زنان که به هر حال خیلی از خانم ها بیننده ما هستن و میدونن که روزهای دوشنبه به این موضوع اختصاص داره در خدمتون هستیم. اما قبل از شروع بحثمون میخوام یه توصیه خدمتون عرض بکنم. ما معمولا روی تغییر سبک زندگی و زندگی سالم تاکید میکنیم. آدم هایی که به هر حال در این قرن 21 زندگی میکنن معمولا کمتر فرصت میکنن برای اینکه ورزش بکنن و معمولا تاکید میشه برای اینکه ورزش حتما برای سلامتی خوبه و انجام بشه. اما یکی از اون ورزش هایی که همه میتونن انجام بدن، نیاز به امکانات خاصی هم نداره، ورزش پیاده رویه. خب معمولا تاکید میشد که ورزش هایی که در واقع ضربان قلب رو بالا میبره، پیاده روی های سریع، دویدن، خیلی خیلی مفیده برای سلامتی. اما پیاده روی معمولی هم میتونه در واقع به سلامت شما خیلی کمک کنه. نه جای خیلی خاصی میخواد، حتی میتونید در منزلتون این کار رو انجام بدید. نه احتیاج به در واقع لباس خاصی داره، فقط کافیه که بدنتون رو خنک نگه بداره. حالا لباسی که تنتون هست، از لباس‌های نخی استفاده بکنید اگر که زیاد عرق میکنید و اینکه یک روز رو تقسیم بکنید 30 تا 45 دقیقه حتما پیاده روی، ترجیحاً پیاده روی صحیح و سریع رو داشته باشید. حالا پیاده روی برای چه چیزهایی توصیه میشه؟ میگن که پیاده روی از عوامل خطرساز بیماری‌های قلبی مثل کلسترول، مثل فشار خون بالا، دیابت، چاقی، نفخ، حتی التهاب دیواره عروق و استرس روانی کم میکنه. در کنار این بدن رو در مقابل زوال عقل، آلزایمر، دیگه آدم فکر نمیکنه ولی پیاده روی بکنه مثلا به آلزایمر ممکنه که ربطی داشته باشه، اما تحقیقات جدید ثابت کرده که آلزایمر، زوال عقل، بیماری‌های شریانی و حتی سرطان روده بزرگ رو هم میتونه همین پیاده روی کاهش بده. اگه فرصت ندارید سعی کنید در طول هر روز 3 تا زمان 10 دقیقه تا 15 دقیقه رو برای خودتون در نظر بگیرید و پیاده روی رو فراموش نکنید. از اون ورزش‌های ساده است که اگرم میگید نمیدونم یک مجموعه ورزشی نزدیک منزل ما نیست و امکاناتش رو نداریم و هزینه‌هاش بالاست، دیگه این پیاده روی ورزشیه که خیلی خیلی ساده همه میتونن اون رو انجام بدن. به هر حال توصیه امروز ما رو در برنامه دکتر سلام فراموش نکنید. اما بریم سراغ معرفی میهمان امروز سرکار خانم دکتر صدیقه هنتوش زاده، جراح و متخصص بیماری‌های زنان و همینطور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران میهمان برنامه دکتر سلام هستن. خانم دکتر سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. خدمت شما، ان شاءالله این دقایقی که خدمتتون هستیم بتونیم که اطلاعات مفیدی به بینندگان خوبمون ان شاءالله. امیدوارم که همینطور باشه. 30706 شماره پیامک برنامه ما هست. از صبح هم پیام‌هاتون رو دیدم که رسیده. معمولا بیننده ها برنامه دوشنبه رو با دقت نگاه میکنم. امیدوارم که امروز سوال شما در برنامه ما مطرح بشه. جمع شدن افراد خانواده دور سفره افطاری به سلامت آنها کمک می‌کند. این کار تأثیر مثبتی بر روحیه افراد خانواده می‌گذارد. همراه یکدیگر غذا خوردن باعث می‌شود افراد بی اشتها به غذا خوردن تشویق شوند. از سوی دیگر جمع شدن سر سفره سحری و افطار به ایجاد صمیمیت بین اعضای خانواده کمک می‌کند. آماده کردن سفره سحری و افطار حس همکاری و تعادل را بین اعضای خانواده تقویت می کند. خب وقت بخیر باشه. خیلی از بیننده هامون که امروز سوال مطرح کردن سوالشون مربوط به روزه‌داری هست و ماه مبارک رمضان. من میخوام که از این موضوع شروع بکنم و بعد سوال بقیه بیننده ها رو هم بخونم. اما اول سوال نظرسنجی برنامه. امروز از شما پرسیدیم به نظر شما غربالگری سندرم داون برای خانم‌های باردار در چه سنی توصیه میشه؟ گزینه 1 20 تا 30 سال، گزینه 2 30 تا 40 سال، گزینه 3 40 تا 50 سال و گزینه 4 هم برای تمامی سنی. این پیامک 30706 که سوالاتتون رو میفرستید میتونید این نظرسنجی ما هم شرکت بفرمایید با البته ذکر نامتون اگه علاقه‌مند بود. خب خانم دکتر، گفتم که ماه مبارک رمضان، بعضی از بیننده ها سوال کردن، گفتن از مهمان امروزتون بپرسید که آیا خوردن قرص‌های جلوگیری رو در این ماه برای اینکه خانم‌ها بتونن روزه‌هاشون رو کامل بگیرن خانم دکتر توصیه میکنن یا نه؟
اولا آرزوی قبولی خلاص عبادات همه دوستان رو داریم، ولی اصولا اعتقاد دارم که در چیز طبیعی نباید خیلی دخالت کرد و مصرف قرص جلوگیری در ماه رمضان از اونجایی که بدن آدم مایعات کمتری میگیره، اگر بخوان طولانی مدت مصرف کنن، بعضی اوقات مثلا خانم‌ها شروع میکنن 2 ماه پشت سر هم استفاده میکنن که پریود نشن، طولانی مدت مصرف میکنن، ممکنه که همراه با خطر لخته شدن خون در عروق مغزی باشه. ما همینجوری که قرص جلوگیری رو به خانم‌ها میدیم همیشه بهشون توصیه میکنیم که مایعات بیشتری مصرف کنن، بی حرکت نمونن، به خاطر اینکه میدونیم که یکی از عوارض قرص جلوگیری افزایش ریسک انعقاد پذیری خون و حملات لخته شدن خون در عروق مغزی و والا گاهن قلب و جای دیگه هستش. به خاطر همین در زمانهایی که ما در اصطلاح پزشکی میگیم دهیدریشن، یعنی کمبود آب بدن مطرحه، ما خیلی مصرف قرص رو نمیپسندیم، مخصوصا اگر خانمی سن بالای 45 سال داره، چاقه، یه دفعه مثلا یه ذره فشار خون همزمان داره، یا خدا نکرده سیگاریه، اینا دیگه بدتر اصلا توصیه نمی کنیم و اینا. به هر حال ما وقتی قرص رو به مریض میدیم همیشه بهش میگیم مایعات خوب بخور، بی حرکت هم نمون. بنابراین به نظرم نمیاد که جایی داشته باشه قطع یک سیکل طبیعی، ولی به هر حال اگر بخواد کسی مصرف کنه بهتره که از مصرف طولانی مدت، یعنی اینکه مثلا 2 ماه 3 ماه پشت سر هم بخورن که پریود نشن که مثلا رجب شعبان رمضان رو روزه بگیرن، چون موردشون بعضی از خانم‌ها این کارو میکنن. یا اینکه مثلا بخوان حالا روزه هم میگیره، آبم نمیخوره، بی حرکت هم میگیره، میخوابه که حالا تشنج نشه یا هر چی، اینا عوارض قرص جلوگیری رو بیشتر میکنه اینا. بنابراین بهتره که به نظر من استفاده نشه. اگه استفاده میشه از ترکیبات لو دوز یا اونایی که مقدار هورمونشون کمه استفاده بشه، طولانی مدت استفاده نشه و مایعات کافی نوشیده بشه. بله، امیدوارم که خانم‌ها این توصیه رو جدی بگیرن. خانم دکتر، یه سوال دیگه که بازم زیاد مطرح میشه راجع به لکه‌بینی خانم‌ها هست، به خصوص در این ماه به خاطر حالا اینکه میخوان روزه هاشون رو بگیرن، میگن مثلا اگر دوران قاعدگیشون 5 روزه 6 روزه، 3 روز قبلش لکه‌بینی دارن، چند روز بعدش لکه‌بینی دارن و بعد بعضیاشون میگن مثلا قرص‌هایی هم که پزشک براشون تجویز میکنه بهشون نمیسازه، بعد چیکار کنن؟ ببینید اگر با مصرف قرص جلوگیری لکه‌بینی ایجاد بشه، ما اصولا میگیم در طی 3 ماهه اول مصرف قرص جلوگیری ممکنه که لکه‌بینی و یا خونریزی هایی که قابل پیش بینی نیستن دیده بشه. اگر شدید نباشن و فقط به صورت لکه‌بینی باشن و مطمئن باشیم که بیمارمون حامله نیست، یعنی گاهی اوقات مریض مثلا عقب انداخته همینجا قرصا رو شروع میکنه مصرف میکنه، پریود هم نمیشه، لکه‌بینی پیدا میکنه و حامل است. بنابراین اگر مطمئنیم که حامل است، ما چجوری حامله نیست، چجوری متوجه میشیم حامله نیست؟ چون به مریض میگیم معمولا قرص رو از روز 5 یک سیکل قاعدگی نرمال شروع کن، دلمون راحته که حامله نیست. بنابراین اگر به دنبال یک خونریزی نامرتب شروع کردن و یا به دنبال یک خونریزی که خیلی به موقع نبوده شروع کردن، حتما بهتره تست بارداری رو چک کنن که مطمئن بشیم عوارض بارداری نیست و حتما قبل از مصرف قرص مریض معاینه بشه از نظر پولیپ، از نظر میوم، از نظر کیست تخمدان، از نظر زخم دهانی ممکنه که باعث لکه‌بینی بشه بدن و ما ندونیم که این لکه‌بینی مال قرصه یا مال داروه یا مال خود مشکلی که بدن داره. اگر مطمئن باشیم که مریض مشکلی نداره و به موقع قرص رو مصرف کرده، 3 ماه اول مصرف قرص ممکنه با لکه‌بینی همراه باشه. اگر میگم از نظر مشکلات دیگه خیالمون راحت باشه، ما به مریض در اصطلاح میگیم ریاشورنس میدیم، اطمینان میدیم که نگران نباشه. اولی اگر بعد از 3 ماه این لکه‌بینی ادامه پیدا کنه، یا باید دارو رو تغییر بدیم یا از داروهای هورمونی دیگر به کمکش استفاده کنیم و یا قطعش کنیم. پس تا 3 ماه میشه صبر کرد، ولی اگر بعد از 3 ماه ادامه پیدا کرد یا نوع قرص باید عوض بشه یا اینکه از داروهای هورمونی دیگه کمک به این استفاده بشه که بسته به اینکه لکه‌بینی که دارن اول سیکل، وسط سیکل یا آخر سیکل، درمان و برخورد ما فرق خواهد کرد. درسته، خیلی ممنون خانم دکتر. خب یکی از بیننده هامون، حالا من برم سراغ، حالا به هر حال خانم های باردار سوال میفرستن، خانم های دیگه، یکی از بیننده هم گفته چندمین بار پیام میفرستم سوالمو مطرح نکردید. خانم دکتر 19 سالشونه، 7 ماه باردارن، میگن دکتر گفته وزنم زیاده و خطر داره، یعنی از ماه اول بارداریشون تا الان 18 کیلو اضافه وزن پیدا کردن. گفتن من میتونم زایمان طبیعی بکنم و چیکار کنم که وزنم اینقدر بالا نره؟ نگرانم.
والا متاسفانه زندگی در از کم تحرک امروزی چاقی رو یه مشکل برای همه جوامع کرده. در دوران بارداری بدتر، از طرفی فرهنگی که در ایران حاکمه که به زن حامله تا سرفه کنه بهش میگن استراحت مطلق کن، یه لک میبینه تکون نخور، یعنی چیزی که اصلا ما اعتقاد نداریم و تقریبا رو نتیجه حاملگی هرگز استراحت مطلق به جز شاید موارد بسیار نادری تأثیری نداره. بنابراین چاقی در زنان حامله ما یه ذره بیشتر دیده میشه. وزن بهترین حالت اینه که ما دوست داریم که خانم‌های حامله که کسی که میخواد حاملگی رو شروع کنه با وزن نرمال وارد بارداری بشه، یعنی نه چاق نه لاغر حاملگی رو شروع نکنه. بنابراین وقتی مشاوره قبل از بارداری پیش ما میان، معمولا اگر ببینیم که توده بدنی بالایی دارن توصیه میکنیم که وزنشون رو نرمال کنن با ورزش، با تغذیه و بعد وارد بارداری بشن. وقتی هم که باردار میشن بسته به وزن اولیه ما تعیین میکنیم که ایشون چقدر در طی بارداری اجازه داره وزنش بالا بره. مثلا یه خانمی که وزنش 75 کیلوه با توده بدنی بالای 28-29 داره، ما به این میگیم تا آخر حاملگی 7 کیلو بسته. حالا قانع کردن خانواده ها و اینا یه درد سر برای ما. بله که مثلا فرض کنیم ما مریض میگیم برنج، چربی، سرخ کردنی، شیرینی نخور، فردا مادرش و پدرش میاره شکایت سر ما که این که هیچی نمیخوره. این نیست که همه خانم ها یه عدد ثابتی وزنشون باید بره بالا، بسته به توده بدنیه. خانمی که لاغره تا آخر حاملگی 20 کیلو هم میتونه بره بالا، ولی خانمی که با توده بدنی بالایی داره ما اینا 7 کیلو 8 کیلو بهشون اجازه میدیم. بنابراین خیلی مهمه که سالم و در اصل با وزن نرمال وارد بارداری بشن. اگر باردار شدن و وزن بالایی دارن میرن تو تعریف چاقی، بهتره با مشاور تغذیه هماهنگ کنن که درست بدونن چقدر باید بخورن، حجم مشخصی بخورن. ولی به هر حال من همیشه به مریضان میگم ببین چربی، سرخ کردنی، شیرینی برای هیچ کی خوب نیست. حالا تو ضرری نمی‌کنی از چه غیره، بنابراین شما ضرری نمی‌کنی که اینا رو نخوری. یا برنج به مقدار مثلا بیشتر از 8 قاشق 10 قاشق در هر وعده غذایی برای هیچ کی خوب نیست. بنابراین شما اینا رو به خاطر ما رعایت کن. و اینکه مصرف سبزیجات خیلی خوبه که شکی نداریم، لبنیات کم چرب خیلی خوبه شکی نداریم، مواد سبوسدار خوبن شک نداریم. شما رژیم تو ببر به طرف اینها. به هر حال توصیه میکنیم، میگم موادی که بیماران ما نباید به حجم غذا نگاه کنن، ما همیشه میگیم کیفیت مواد غذایی برامون مهمه. زن حامله 300 کالری نسبت به غیر حامله بیشتر باید بخوره. 300 کالری رو حساب کنید مثلا میشه 2 لیوان آب پرتقال. انقدر زیاد نیست که مثلا خانمی که 10 قاشق میخورده حالا خانواده‌اش میگن باید این 2 برابر بخوره، 20 قاشق مثلا. و واقعا معضل برای ما. دوستان پرسیدن آیا من میتونم زایمان طبیعی بکنم؟ بله میتونن زایمان طبیعی کنن، ولی افزایش وزن غیر عادی و خود وزن بالا زایمان رو یکم سخت میکنه، عوارض بارداری رو بیشتر میکنه، از فشار خون و دیابت گرفته تا خدای نکرده اتفاقات دیگه. بنابراین توصیه میکنیم اگر افزایش وزن غیر عادی دارن حتما تحت نظر یه همکار متخصص تغذیه رژیم غذایی متعادل دریافت کنن. من خواهش میکنم که به سوال حالا بقیه بیننده هم گوش بدید. به هر حال از بین این سوالات اطلاعات خوبی میتونید بگیرید. خیلی از خانم ها حتی یادداشت میکنن سوالاتو. یکی از بیننده‌هامون گفته من 2 ساله دارم براتون پیام میفرستم جواب ندید. خیلی ممنون از پیگیری شما و اینکه به هر حال این 2 سال پیوسته بیننده برنامه دکتر سلام بودید. خانم دکتر گفتن که من باردار شدم. من قبلا گفتن که داروی دپاکین برای استرس هم مصرف میکردم. الان 5 هفته است که باردارم و قرص پروپرانولول هم مصرف کردم. گفتن الان به شدت دست و پام درد میکنه و خیلی این بیتابم کرده. چیکار میتونم بکنم؟ اولا خیلی ممنون و تشکر میکنم از بیننده وفادارتون. بله خانم ما از این بیننده وفادار زیاد داریم. تبریک میگم به شما که خلاص دوستان خوبی دارین. دپاکین از داروهایی که ما دوست داریم قبل از بارداری قطع بشه. منتها دوستمون استرس پیدا نکنن که فکر کنن حالا اتفاق بدی میفته. به هر حال به عنوان یک قانون کلی ما دوست داریم که خانم‌ها هیچ دارویی به جز مولتی ویتامین مصرف نکنن تو بارداری. ولی اغلب داروها هم که استفاده میشه مشکلی ندارن. دپاکین با دوز مثلا 500 یا زیر 1000 معمولا مشکلی برای بارداری نداره. اسید فولیک با دوز بالا باید مصرف کنن. حتما یه اکوی قلب جنین در 18 هفته بشن و بررسی ناهنجاری جنین هم در 18 هفته انجام بدن. منتها مثل این که دوستمون دپاکینش رو قطع کردن، به جاشون پروپانولول شروع کردن. پروپانولول داروی سیفیه تو بارداری و میشه استفاده بشه. منتها اگر بیمار اگه ایشون احساس میکنن که نه
بیقرارن، از مکمل‌های غذایی مخصوصا مکمل‌های ویتامین B خیلی کمکشون میکنه تا ایشالا 11 هفته بگذره. بعد از 11 هفته ما دستمون خیلی بازتره برای تجویز دارو، چون زمانی که جنین دیگه حساس خیلی مصرف دارو 2 تا 8 هفته اوله و بعد از 10 11 هفته دست ما نسبتاً بازه. بنابراین اگر با پروپانول اذیتن میتونن دوز اون رو یه ذره بیشتر کنن، مجبور شدن دپاکین هم میتونن استفاده کنن، از ترکیبات مکمل B هم میتونن استفاده بکنن. خیلی ممنون خانم دکتر. خانم باردار معمولا بیشتر نگران میشن و به هر حال دوست دارن که پیام هاشون رو بخونیم. خانم دکتر، یکی از بیننده هامون سوال کردن، گفتن که من 6 سال پیش رفتم دکتر، به من گفتن فیبروم داری، بعد من دیگه نرفتم برای سونوگرافی و اینا، این ممکنه برای من مشکلی ایجاد بکنه؟ ببینید اغلب فیبروم ها کاری به کسی ندارن، خیلی چیز نجیبیه از نظر ما. همیشه بیماران خانمایی که میان پیش ما میگیم بابا این هزاران خانم دارن و خبر ندارن. بنابراین فیبروم از نظر ما تقریبا جزء آسیب‌های در اصل اگه اسمش آسیب بذاریم نجیب و بی دردسره. فیبروم، من همیشه مریضان میگم فیبرومی که کاری نداره ما با احترام از کنارش رد میشیم. اگر که در اصل مریض فیبروم داشته باشه و علامتی براش نداده باشه، یعنی خونریزی شدید نداره که کنترل نمیشه، درد شدید لگنی نداره، فشار رو کلیه‌اش نمیاره، مشکل ادراری نداره، ما میتونیم با این مدارا کنیم و هر 6 ماه یک بار سونوگرافی میکنیم که ببینیم تغییر سایز غیر عادی نداشته باشه. به هر حال اگه سونو شدن بهشون گفتن بهتره 6 ماه دیگه انجام بدین، بهتره انجام بدن. تقریبا از الان میشه گفت که اتفاقی نیفتاده، ولی بهتره که 6 ماه یه بار سونوشون رو انجام بدن، چون یکی از دلایلی که ما فیبروم رو عمل میکنیم فیبرومیه که در طی 6 ماه بیش از 3-4 سانت بزرگ میشه. بنابراین بهتره سونو کنن که خیالشون راحت. خانم دکتر این سوالم بپرسم راجع به همین فیبروم که پرسیدن، فیبروم هم میشه با لاپاراسکوپی عمل کرد؟ این دیگه شکم باز هستن که فیبروم رو با لاپاراسکوپ عمل میکنن و مشکلی نداره. بسیار خب، خیلی ممنون خانم دکتر. اما پیام های شما رو دارم میخونم. یکی از بیننده هامون هم از بوجنور پشت خط تلفن هستن. سلام میکنم خدمت شما. الو سلام. دکتر و شما. متشکرم. من یک سوال داشتم، دوبار آیو انجام دادم، دفعه سوم آیا انجام بدم یا عملهای دیگر رو باید انجام بدم؟ آی دوباره انجام دادین؟ آره. خب خانم دکتر سوال خاصی ازشون دارین؟ سنشون هم البته نگفتن. چند سالتون؟ 27 سال. 27 سال. معمولا آیو بالاخره اگر بگیم خداحافظی کنم ازشون خانم دکتر. بسیار خب، ممنون از شما. خداحافظ. معمولا آی اگر ما بیشتر از 2 تا 3 سیکل توصیه نمی کنیم. اگر بیمار درمان دارویی گرفته بعدم آی شده بعد از 2-3 سیکل ما پیشنهاد IVF میکنیم. یعنی بیشتر دیگه ادامه نده. آی ممکنه که جواب نگیره. خانم دکتر، یکی از بیننده هامون سوال کردن، گفتن که کسی که آندومتریوز داره آیا باید مثلا حتما سزارین بشه؟ آندومتریوز دلیل سزارین نمیشه و میتونن زایمان طبیعی داشته باشن. خانم دکتر، یکی از بیننده هامون پرسیده که من یک کیست 3 سانتی متری در تخمدانم دارم، آیا اول باید برم کیستمو درمان کنم باردار بشم یا اشکالی نداره با این کیست 3 سانتی متری بارداریم اتفاق بیفته؟ کیست 3 سانت از نظر ما تقریبا میشه گفت کیست نیست، ولی اگر زیر بالای 3 سانت ما اسم کیست میبریم، تا 3 سانت میگیم یک سیکل تخمدانی طبیعی ممکنه هر ماه یه 3 سانتی فولیکولش بشه. بنابراین تا 3 سانت به بالا رو ما میگیم که کیسته. اگر مریض 2-3 ماه انجام داده، 2-3 بار سونو کرده، کیستش همین 3 سانت، علائم بدخیمی در سونوگرافی نداره، میتونن باهاش باردار بشن. خب یکی از بیننده‌مون دیگه ما رو به ماه رمضان قسم داده که سوالشون رو بخونیم. خانم دکتر گفتن در مورد سرکلاژ توضیح بدین و اینکه بعد از عمل درد داخل رحم طبیعیه یا نه. والا سرکلاژ عملیه که برای نارسایی دهانه رحم در مواردی که خانمی سابقه زایمان زودرس داره که ما با شرح حالی که میگیریم به این نتیجه میرسیم که نارسایی دهانه رحم دارن، بین سن 13-14 هفته حالا تا 17-18 هفته میدوزیم. ممکنه همراه با احساس تیر کشیدن در واژن و دردهایی باشه، گاهی سر نخ ما بلنده، مریض ممکنه حتی احساس چاقو زدن تو بدنش بکنه، چیز بدی نیست، ولی به هر حال احساس درد و فشار ممکنه گه و بیگاه داشته باشن. قسمت دوم سوالشون چی بود؟ و اینکه یکی راجع به سرکلاژ پرسیده بودن که توضیح بدین و اینکه عمل سرکلاژی که من خدمتتون گفتم دردم ممکنه. به هر حال مریضی که نارسایی سرویکس داشته، دهانه رحم داشته و دوخته شده، اینا خود به خود مستعد خورد درد هستن.
منتها دردایی که مال سرکلاژ گاهی اوقات تیر کشنده به داخل واژن تیر دارن و گاهی اوقات میگم سر نخ که بلنده چون نخای پهنیان ممکنه تو واژن که فرو میره احساس مثلا میاد احساس میکنم چاقو تو واژنم میره. بسیار خب، خیلی ممنون خانم دکتر. خب راجع به این ضعیف بودن تخمدان و اینها هم زیاد سوال شده. اول بخش از صدای شما رو بشنویم. سوالاتی هست که بیننده همون از طریق شماره تلفن تماس گرفتن، صداشون ضبط شده و الان خانم دکتر به اونها پاسخ میدن، بعد من دوباره در خدمتتون هستم. سلام، خسته نباشید. سلام، خسته نباشید. سلام، خسته نباشید. از خانم دکترتون یک سوال داشتم. من 6 سال ازدواج کردم. از همون سال اولم دکتر رفتم. مشکل تنبلی تخمدان دارم. پرولاکتینم هم بالاست. برای پرولاکتین دارو میخورم. 6 سالم برای نازاییم دارو دادن ولی فعلا نتیجه‌ای نگرفتم نتیجه. چیز مشخصی هم بهم نگفتم. یه بارم عکس رنگی رفتم گفتن طبیعیه، چیز خاصی نیست، فقط تنبلی تخمدان دارم با مشکل پرولاکتین. خواستم ببینم من حامله میشم، بچه دار میشم یا نه. تیروید کم کار دارم و هنوزم که هنوز قرص مصرف نمی کنم. خواستم ببینم دلیل تا الان باردار نشدن من به خاطر قرص نخوردنمه. من 23 سالمه. بعد الان باردار هستم. بارداری سومم هست. یه فرزند زنده، یکی سیغ شده. الانم 30 هفته باردار هستم. کمخونی خیلی شدید دارم. خواستم خواهش میکنم که پیاممون درد جونین. بعد خواستم کمخونی که خیلی شدیده، اصلا دارو مصرف نمیکنم، زیر نظر دکتر هستم. بعد یعنی دارو نمیتونم مصرف کنم. دکترم بهم گفته باید حتما مصرف. خواستم بدونم که مشکل رو بچه‌م ایجاد میکنه یا نه. ممنون از برنامه خوبتون. بله، در بخش صدای شما خانم‌ها به هر حال روزهای دوشنبه از همه فعالتر هستن، سوالاتشون رو میپرسن، خیلی هم پیگیرن. خانم دکتر بریم سراغ سوال اولی که مطرح شد. سال اول دوستان پرسیدن که 6 سال ازدواج کردن، پرولاکتین تنبلی تخمدان دارن، پرولاکتین بالا دارن، دارو هم مصرف کردن و این 6 سال علیرغم مصرف دارو حامله نشدن. عکس رنگی رحم هم گرفتن، فقط بهشون گفتن تنبلی تخمدان دارین و نگرانن که آیا باردار میشن یا نه. تنبلی تخمدان جز مواردی هستش که خوشبختانه به دارو جواب میده، ولی آدم نباید خسته بشه. بعضیا با یه قرص ساده، بعضیا با یه نوع دارو، بعضیا با 2 نوع دارو و بعضیا با 3 نوع دارو ممکنه بگیرن. این هم نیست که از اول کسی بیاد ما بگیم بیا شما مثلا اون آمپولای قوی و مثلا کورس کامل شما از اول از قرص شروع می‌کنیم. حتما از قرص شروع می‌کنیم، حتما از چون به هر حال هرچی داروها رو ما میریم داروهای کلاس بالاتر با عوارض بالاتری هم روبرو هستیم. بنابراین هیچ دوست نداریم که از اول دنبال روش‌هایی که ممکنه عوارض داشته باشن بریم. درسته. بنابراین باید حوصله بکنن. تنبلی تخمدان نازایی نداره، کمزایی داره. ما همیشه میگیم عقیم نیست، یکم طول میکشه. همین الان اگه ایشون بگه من بچه نمیخوام، ما میگیم باید جلوگیری داشته باشی چون نازا نیستن. درسته. ولی دیر باردار میشن و این دیر بارداری که نمیدونیم. منتها به هر حال بهتره حوصله داشته باشن و مرحله به مرحله داروها رو مصرف کنن و اگر نیاز جواب ندادن برن دنبال IUI یا IVF، ولی معمولا به دارو جواب میدن. بله. پرولاکتین بالا هم معمولا با دارو خوب میشه. یکی از علل تنبلی تخمدان هست. نازایی هم میاره خانم دکتر. بله، چون تنبلی تخمدان میده و عدم تخمک گذاری ممکنه که در از تخمک گذاری مناسب انجام نشه و با نازایی روبرو باشیم. که با سوال خیلی بوده، من لابلای صحبت‌های خانم دکتر سعی می‌کنم به اینام پاسخ بدم که با مصرف دارو معمولا کنترل میشه. این سوال. حالا سوال بعدی چی خانم دکتر؟ سوال دوم یکی از دوستان پرسید که من کمکاری تیروئید دارم، دارو هم مصرف نمی‌کنم. من ازشون خواهش می‌کنم دارو مصرف کنن. دیگه نهایت کم لطفیه. داروی تیروئید تقریبا نه عوارض گوارشی داره، نه عوارض، واقعا داروی کم عارضه‌ایه ولی شفاست. بنابراین من ازشون خواهش می‌کنم به نوبه خودم، چون اگر داروشون رو مصرف نکنن ممکنه که اگر باردار هم بشن رو بچه‌شون از نظر ذهنی اثر بذاره. یادمون باشه که کمکاری تیروئید
بازم مثل که تنبلی تخمدان نازایی نمیده ولی کمزایی میده. بنابراین ایشون ممکنه در حالی که کمکاری تیروئید دارن باردار بشن و اون موقع بچه‌شون از نظر ذهنی مشکل پیدا کنه. بنابراین اول به خاطر خودشون، دوم به خاطر حامله شدن، سوم به خاطر اینکه اگر حامله شدن بچه‌شون مشکل پیدا نکنه خواهش میکنم داروشون رو مصرف بکنن. و خانم دکتر سوال بعدی چی؟ سوال بعدی یکی از دوستان پرسیدن که 30 ساله باردارن، کمخونی شدید دارن، نمیدونم چرا بیماران ما دوستای ما امروز همه لج دارن داروشون رو مصرف نمیکنن. یا سونو انجام میدن دکتر نمیرن. به هر حال خانمی که کمخونی شدید داره اصلا نباید فقط کمخونی رو که ما فقط به خاطر بچه درمان نمی کنیم، خود مادر کیفیت زندگیش به هم میرزه. مادری که هموگلوبین پایین داره بد اخلاق میشه، کم حوصله میشه، کم خواب میشه، بیقرار میشه، شبا راحت از بیقراری پاها نمیتونه بخوابه. بنابراین اول به خاطر خودشون بازم باید درمان بشن. همیشه هم میگن سلامت جنین اون آسیب. من همیشه با این منطق بحث دارم، همیشه میگم عزیزم بچه سالم مادر سالم میخواد. شما اگه سالم نباشی نمیتونید بچه سالمی رو هم خلاصه تحویل بدی. بنابراین حتما باید داروی آهنشون رو مصرف کنند. حالا آهن یا هر نوع کمخونی که دارن بسته به اون. به هر حال بعضیا قرص آهن رو مصرف میکنن، عوارض گوارشی پیدا میکنن. ما اینا قبول داریم، تهوع، سوزش سر دل، یبوست‌های بد. ولی خوشبختانه الان ترکیبات متفاوتی از آهن وجود داره که عوارض گوارشیشون خیلی کمه. ما معمولا کمخونی روزی 6 تا قرص آهن میدادیم، الان ترکیباتی هستن که با روزی یک بارش هم تقریبا میشه گفت کمخونی رو درمان میکنن و عوارض گوارشی ندارن. بنابراین ناامید نشن، از عوارض نترسن، برن ترکیبات مختلف رو داروهاشون رو براشون امتحان کنن. اون هم نشد تزریقی میتونن بگیرن. ولی به هر حال جامعه سالم هم بچه سالم میخواد، هم مادر سالم. بله خیلی ممنون خانم دکتر. ما البته هفته گذشته راجع به روزه‌داری و بارداری صحبتی کردیم. الان یکی از بیننده‌هام گفته حتما من چند هفته است دارم SMS میدم و اینا، روزه در ماه ششم برای جنین خطر داره، آیا میشه روزه گرفت؟ کلا گرسنگی و تشنگی برای زن باردار توصیه نمیشه. ما دوست نداریم خانم حامله طولانی مدت گشنه بمونه یا تشنه. این گشنگی تشنگی 8 ساعت تا 12 ساعت وقتی ما میگیم یعنی منابع ما میگن حامله گشنگی بکشه یا در اصطلاح میگن فاستینگ، اینو بیشتر از 8 تا 10 ساعته. بنابراین کلا ما دوست نداریم زن حامله در هیچ سنی از بارداری در اصل آب بهش نرسه و یا غذا بهش نرسه و مدت طولانی. چون به هر حال وقتی بدن بهش غذا نمیرسه مجبوره یه جاهای دیگه از سوخت و سازهای غیر هوازی استفاده کنه که نه برای خودش خوبه نه برای جنینش خوبه. ممکنه عوارضش به صورت زایمان زودرس خودشون نشون بده، ممکنه به صورت کاهش حرکت جنین خودشون نشون بده. بنابراین من حیث المجموع ما توصیه میکنیم خانم حامله از بی‌غذایی و تشنگی پرهیز کنه. خیلی ممنون خانم دکتر. خانم دکتر سوال کردن، گفتن که من در واقع همسرم مشکل کم تحرکی اسپرم داره و 2 ساله که الان دارن تلاش میکنن باردار نشدن. گفتن که آیا حالا شما راه دیگه‌ای رو پیشنهاد میدین؟ به هر حال کم تحرکی اسپرم هم باید بررسی بشه، ببینیم که چه جوریه. گاهی اوقات اینا با IUI جواب میدن، گاهی اوقات با IVF جواب میدن. همین که اسپرم دارن بازم به هر حال نشون میده که ایشون باردار میشن، ولی باید از روش‌های کمک باروری پیشرفته تر استفاده کنن. خب یکی از بیننده هامون از زنجان پشت خط هستن. سلام میکنم خدمت شما. الو سلام. سلام بفرمایید. سلامت باشید، خواهش میکنم. من 24 ساله هستم. دومین بارداریم 2 گلویی باردار شدم با قرص کروموفین. بله. بعد از 22 هفته درد شکم داشتم، بستری شدم، بهم گفتن که آب مایع زیاده. بعد دهانه رحمم هم 2 سانت باز شده بود. خب بعد از بستری شدن چند روز که اونجا بودم تحت نظر، ولی یکی از جنینا افتادش. درد زایمان هم داشتم. بله. بعد نیم ساعت که خب اون یکی هم افتاد. بعد من به حقیقت بهشون گفتم که بابا میشد دهانه رحمو بدوزید، بهم چی نگفتن. بعد می‌خواستم ببینم علتش چی بوده و میشد این کارو بکنن که دهانه رحمو بدوزن، جنینا دوتاشون بمونن، یا اینکه در ضمن جفتشون هم یکی بوده. 2 گلوها همسان بودن، جفتشون یکی بود. میشد یکیش که افتاد اون یکی که نیم ساعت طول کشید مثلا اونو نگه دارن. خانم دکتر سوالی دارید از ایشون؟ خب من ازتون خداحافظی می‌کنم خانم دکتر، هم توش زاده پاسخ میدن. خدا نگهدار.
دو قلوهایی که یه جفت دارن عوارضشون نسبت به حاملگی‌هایی که دو جفتن، دو قلوی دو جفتی هستن بیشتر. وقتی حاملگی یک جفت باشه ممکنه که عروق دو تا جنین با هم در از ترکیب بشن، یکیشون خونه یکی دیگه و خونشون یکی بره به طرف یکی دیگه، در اصطلاح ما میگیم یکی خونه یکی دیگه رو میخوره، یا یکیشون دهنده بشه یکیشون گیرنده. در نتیجه اونی که خون میگیره خیلی ادرار بیشتر میکنه، نتیجه آب دورش زیاد میشه، مایع آمتیکش زیاد میشه. همین اتفاقی که برای دوستمون پیش اومده. این اتفاق اگر زیر 26 هفته بیفته، یعنی این ارتباط نابجای عروق این دوتا جنینی که یک جفت دارن با هم دیگه زیر 26 هفته اتفاق بیفته، نتیجه خوبی نداره حاملگی. و دهانه رحم ایشون هم اگه میدوختیم به جنین هایی که خیلی شرایط خوبی ندارن ما اصراری نداریم کمک کنیم. بله. بعد از طرف میگم چون زیر 26 هفته شروع شده نتیجه خوبی ندارن، خواه نخواه یکی از اینا میمرد، چند روز بعد یکی دیگه هم میمرد. بنابراین ناراحت نباشن، خیلی به هر حال این پدیده‌ای که پیش میاد کسی هم خیلی کاری نمیشه کرد براش. این کاری نمیتونم مثلا پیشگیری کنم برای میشه بارداری کارایی کرد، الان داریم ما انجام میدیم، ولی حقیقتش این که مثلا مریض فکر کنه میشد گارانتی بکنیم، نه. میام عروق یکیشونو میسوزونیم از بین میبریم، ولی کار بالاخره پرخطریه، ممکنه هر دو جنین از بین برن و عوارض خودشو داره. بعد عرضم به حضور شما همین اینکه دهانه رحمشون رو میشد بدوزن یا نه توصیه نمیشه برای همچین بچه‌هایی. اینکه یکیشون دفع شد اون یکی رو نگه می‌داشتن، چون یه جفت داشتن معمولاً به دنبالش اون یکی هم دفع میشه. خانم دکتر، یکی از بیننده‌هام یه خانم 53 ساله هستن، خونریزی زیادی دارن، میگن 20 روزه که الان قرص یاسمین استفاده میکنن، یه مقداری کم شده خونریزیشون، باید چیکار کنن؟ والا ما 50 سال و بالا رو که قرص یاسمین خواهش میکنم توصیه کنیم که مصرف نکنن. هم خطر خونریزی مغزی داره، هم خطر افزایش فشار خون، هم خطر لخته شدن خون. بنابراین حتما توصیه میکنیم که یاسمینشون رو قطع کنن، مراجعه کنن. خونریزی خانم بالای 45 سال یا حتی 40 سال که به طور طولانی مدت به این شدت ادامه پیدا میکنه حتما باید بررسی بشه. خیلی ممنون. خب اجازه بدید یه سری به سوال نظرسنجیمون بزنیم. به نظر شما غربالگری سندرم داون برای خانم‌های باردار در چه سنی توصیه میشه؟ 20 تا 30 سال، 30 تا 40 سال، 40 تا 50 سال یا برای تمامی سن؟ خانم افسانه زرینپور به گزینه 4 اشاره کردن. 0937 20 90. حالا خیلی از دوستان اسمشون رو ننوشتن، ایشون هم گفتن گزینه 4 درسته. خانم یونسیان گزینه 2 رو انتخاب کردن. 0911 84 93 گفتن که گزینه 4 درسته. حالا بین در واقع این گزینه ها هنوز اختلاف نظر وجود داره که ببینیم کدوم یکی از این گزینه ها گزینه درست هست. پایان برنامه خانم دکتر حتما پاسخ صحیح رو میدن. خانم دکتر، یکی از بیننده هامون سوال کردن، گفتن که من 9 ماه که زایمان کردم، اما بعد از زایمانم مثلا در واقع قاعدگی های بسیار دردناک دارم و خیلی اذیتم میکنه. این به خاطر مثلا آمپول سزارین، دستگاه آیودی هم قبلا استفاده میکردم، به خاطر اینه چه مشکلی دارن؟ بعد از سزارین گاهی اوقات به علت چسبندگی هایی که ایجاد میشه و یا در اصل نقصی که در جدار رحم ایجاد میشه ممکنه که پریودهای دردناک ما داشته باشیم. شاید این بهانه‌ای بشه که خانم‌های ما دیگه از در مطب و کلینیک وارد میشن نگن ما رو سزارین بکنید. به هر حال ما همیشه به خانم‌ها میگیم سزارین ممکنه با چسبندگی‌های داخل رحم شکمی همراه باشه و که ممکنه دردهای مزمن لگنی ایجاد بکنه. اینا بعضی از اینا به علت ما میگیم دیورتیکول یا یک حفره‌ای در داخل رحم ممکن ایجاد بشه که با برداشتن این اون درد بهتر میشه، ولی به هر حال این هم خودش عمل جراحیه. خانم دکتر، یکی از بینندگان 100 بار پیام دادم دیگه بخونین، می‌خواستن بپرسن که کسایی که تخمدان پلیکیستیک دارن، PCO هستن، ورزش چقدر روشون تاثیر داره؟ حتما خوبه ورزش. به هر حال به همزمان ورزش هورمون‌هایی ایجاد میشه که میتونن رو تنظیم سیکل قاعدگی اثر بذارن و تخم‌گذاری رو بهتر بکنن. البته ورزش حرفه‌ای نه. بنابراین ورزشی که در اصل در جهت سلامتی 3 تا نیم ساعت ما میگیم یا 3 تا 45 دقیقه در هفته. ورزش حرفه‌ای ممکنه خودش یه علت تنبلی تخمدان باشه، ولی ورزشی که به طور معمول توصیه میشه نه خیلی هم خوب نمیتونه. یکی از بیننده‌هامون 0910 2073 چه گفتن چرا هر موقع من پیام میدم نمیخونید؟ من الان پیامتون رو دیدم ولی سوالی اینجا مطرح نشده که بخوام بخونم. خانم دکتر، یکی از بیننده‌هامون گفتن که قبلا اینطوری نبودن اما دردهای قاعدگی، یعنی چند روز قبل از قاعدگی دردهای بسیار شدیدی دارن، مجبورن مسکن زیاد مصرف بکنن تا اینکه حالا بهتر بشن. گفتن که آیا این علت خاصی داره یا حالت طبیعیه؟
باید برن بررسی بشن. گاهی خود عفونت‌های مزمن لگنی، چسبندگی‌های لگنی، فیبروم رحمی میتونن دردهایی رو که وجود نداشته و الان اینا ایجاد میشن و الان این مسئله رو ایجاد میکنن. بنابراین خانمی که قبلا یه جور الگوی دردهای زمان قاعدگیش بوده و الان اون الگو تغییر کرده، حتما باید بررسی بشه. خانم دکتر، یکی از بیننده‌هام گفتم من نمیدونستم باردارم، رفتم رادیولوژی و بعد بچه‌م سقط شده. آیا رفتن رادیولوژی باعث سقط کودک من شد؟ نه، گرفتن یه عکس هرگز منجر به سقط نمیشه. چون بعضیا مثلا کارهای دندون پزشکی دارن خانم دکتر، عکس نمیرن. دندون پزشکی هم مشکلی ایجاد نمیکنه. خانم دکتر، یکی از بیننده‌هامون سوال کردن، گفتن که اجازه بدید که من ببینم. گفتن که من زخم دهانه رحم دارم و متروماکس بهم دادن، 49 ساله هستن. حالا گفتن که این زخم باید بهبود پیدا بکنه خودش یا من باید بررسی؟ ما میگیم 1 هفته تا 10 روز دارو مصرف بشه. اگه بهتر نشن باید با دهانه رحم با میکروسکوپ دیده بشه. بله. و یکی از بیننده‌هامون هم گفتن من 36 ساله بودم، به علت مسمومیت حاملگی در 34 هفتگی جنینشون مرده. بعد دوباره باردار شدن، 8 هفتهش بوده که قلب جنین از بین رفته و مجبور به سقط شدن. علت چی این سقط‌های پشت سر هم؟ البته بچه اولی که به علت فشار خون بالا مرده، مادر بایستی حتما قبل از بارداری مجدد میرفت یه ارزیابی میشد. بعضی اختلالات هستن که ممکنه در فرد سالم هیچی رو نشون ندن، فقط در زمان بارداری منجر به لخته شدن خون در جفت و از بین رفتن جنین و افزایش فشار خون مادر و دفع پروتئین و مسمومیت بارداری بشن. ظاهرا هیچ مشکلی ندارن. این خانم ها میتونن قبل از بارداری بررسی بشن که اگر از اون مشکلات باشه درمان بشن، چون کسایی که این مسئله رو دارن ممکنه به صورت فشار خون در یه حاملگی سقط، یه حاملگی زایمان زودرس و الگوهای از تظاهر این اختلالات ممکنه در هر حاملگی ایجاد بشه. خانم دکتر، یکی از بیننده‌هامون سوال کردن، گفتن که ایشون در واقع 4 سال بعد از ازدواج یه دختر دارن، ولی حالا همین راجع به سقط که صحبت کردیم، ولی بعد از دخترشون 4 تا بارداریشون منجر به سقط شده. ایشون باید چه بررسی خاصی انجام بده؟ اگر خانم بیش از 2 تا سقط داشته باشه حتما باید بررسی بشه. اینکه ایشون یه بچه زنده سالم دارن ما رو خوشحال میکنه، از اینکه بدونیم که ایشون در آینده هم بچه زنده سالم خواهند داشت. منتها بهتره بررسی بشن که اگر مشکلی هست درمان بشه. خب بریم سراغ سوال نظرسنجی. فرصت شد بازم پیام هاتون رو میخونم. خانم تقیلو به گزینه 4 اشاره کرده بودن، سرسادات هاشمی گزینه 4، راضیه اودی از زاهدان گزینه 4، خانم الهام داوودی از تهران همینطور و خانم محبوبه صبحانی هم به گزینه 4 اشاره کردن. خانم سحر عجم گفتن گزینه 3 درسته. غربالگری سندرم داون برای خانم‌های باردار در چه سنی توصیه میشه؟ 20 تا 30 سال، 30 تا 40 سال، 40 تا 50 سال، تمامی سن. خانم دکتر پاسخ صحیح چیه؟ البته بیشتر بیننده گزینه 4 رو انتخاب کردن، ولی هم بعضیام گفتن مثلا 40 سال به بالا بعد این کار انجام بشه. من خیلی خوشحالم که آگاهی هموطنانمون انقدر خوب شده که اکثریت جواب درست رو دادن. باید از شما و دوستانتون که خلاص اطلاع رسانی میکنید و آگاهی مردم رو میبرین همینجا تشکر من بکنم. جواب گزینه 4 هستش. غربالگری سندرم داون در همه سنین توصیه میشه. پس گزینه 4 اگه اونهایی که درست پاسخ دادن مثل خانم فاطمه ندرلی از کرج، خانم ایوبی از قم، خانم الهه شبانی از شهریار و بیننده های دیگه‌ای که به حال این گزینه رو انتخاب کردن. ما 2 دقیقه فرصت داریم. خانم دکتر، یکی از بیننده هامون گفتن که آزمایش پاپ اسمیر اگر کسی بده چه مشکلات رحمیش مشخص میشه؟ پاپ اسمیر بیشتر التهابات دهانه رحم رو نشون میده و سرطان دهانه رحم و ندرتاً ممکنه سرطان جسم رحم رو هم نشون بده. بعد خانم دکتر اگر که مثلا یک کسی در واقع این پاپ اسمیرش مشکوک بود، یعنی نشون دهنده؟ نه ببینین هم پاپ اسمیر هم منفی کاذب داره هم مثبت کاذب، ولی به هر حال وقتی که جواب بیاد که مشکلی هست باید با روش‌های تشخیصی دیگه هم تایید بشه. بله خیلی ممنون خانم دکتر. و یکی از بیننده هامون، حالا ما 1 دقیقه فرصت داریم، در واقع گفتن که یک خانم 56 ساله هستن، هنوز یائسه نشدن و خونریزی دارن، فیبروم هم زیاد داشتن. میخواستم ببینن که تا این سن یائسه نشدن مشکلی نداره؟ بیماری محسوب نمیشه ولی ارزیابی نیاز داره، مخصوصا اگر خونریزی های نامنظم داره. و این فیبروم هایی که داره، فیبروم به تنهایی گفتم مشکلی نداره، ولی اگر فیبروم همراه با خونریزی نامنظمه نیاز به بررسی داره و شاید عمل جراحی. متشکرم خانم دکتر هنتوش زاده، مرسی از شما و حضورتون در برنامه‌مون و ممنونم از شما که دوشنبه ها بیننده برنامه دکتر سلام هستید. من تا روز چهارشنبه از همه شما خداحافظی میکنم. وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدار.